تا باشیم با قسم که شما هم میبینین کار جریان داره. ما منتظر می باشیم. بیا بچیم بیا تو که نمیز تا بالا را چی میگی بچیم؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چطور کنه دیگه کوکو جان این طالبان همه ما دیگه چی کنه 24 ساعت دیگه دست بندی میریم دیگه نه طالبان میمونه من نه دیگه رو سر پا کار میکنم خودم تک تنها نانوار خانه خودم هستم. نانوار خانه هستی؟ خانه تان کجاست؟ خانه مگل خانه چردی. چند نفر از در فامیل؟ 3 نفر. تو کار میکنی؟ تک تنها خودم کار میکنم که تک تو بیادرک چی؟ پدر چی کار میکنه؟ پدر ندارم. نداری؟ پدر در چی به حق رسیده؟ اثر خوازفتت مغزش جای شده. خب کارگر خودت هستی یا؟ بله. در خانه 3 نفر هستی؟ در خانه کی هسته؟ یکی مستم یکی بیادرک چی هست یکی در خانه مادرم هست. خب باز امروز چند کار کردی خودت هستی؟ امروز 18 روپه. باز زیر چی میکنی پیسرک تا دیگر کار کنی؟ ای تا دیگر کار کنم میرم میبرم خانه میبرم. اگه در خانه نبردم میبرم همه تو نان میخرم میبرم در خانه. چرا گریان کردی بچه؟ هیچ گریان نکردی بابا. دلاکت پر کرد چرا بچه؟ ها؟ خیره بچه خدا مهربان است. خب گریان نکن. خب بچه خب وقت تفلک نانوار خانه است دیگه مجبور است که صبح تا شام برای پیسه یک 5 نان خشک پیدا کنه. باز خانه کراسته؟ نه از خودم واسه وقتی که پدرم شهید شد بر ما یک کاکای مایو بوده بر ما یک تا خانگاه که گرفته. خب حالا همونجا زندگی میکنه؟ حالا همونجا زندگی میکنه. وقت خوارم که شوی نمی در خانه بودن خواره مادرم میره در خانه کارشویی چیزا میکرد. حالا که خواره شی کده گو لال میره مادر دیگه در خانه شیشتک. خب قبلا خوارکات که بود مادر در خانه کلوشی می حالا تناز دیگه نمیشه. حالا خوارم که شوی کده گو مادر دیگه تک تناز سکته خانه. خب حالا امروز چند باید کار کنی که بری بخیر طرف خانه؟ امروز باید تک پونین سک. با چی میبری خانه؟ هیچ چیز نه دیگه بغیر از زمین 5-6 تونه دیگه هیچ چیز نمیبرم در خانه. چی ماندین در خانه بچیم؟ در خانه چهری ماندین دیگه از دکانه و چیز بیست کاغذ چیزا که میمونه در بوجیشان جمع میکنم میبرن در خانه میمون در میتیم امور شب روز خدا سر زمون دیر میکنیم. خیره بچیم گریان نکن. خب خیره بچه ما حالا میریم برات میگیریم. خب گریان نکن. خب این تفلک هم وطنا پدرش البته گفت که از خوازه افتیده به حق رسیده و نانوار خانه ای است دیگه. پدر چند سال میشه که؟ پدر بچه دیگه در یادم نیست که چند سال میشه زیاد باشه یک 5-6 سال میشه یا 40 سال. خودت خورد بودی؟ خودم او باید چرقوت میکردم. خب پدر تا دیدی؟ نه ندیدیمش. هیچ در او قاید خورد بودی دیگه نمیخون. بیا خدا مهربان است بچه‌م تشویش نکن. ما همینجا گزارش خلاص کنیم باز میریم یک جای. خوب تو یک جای باش بغلا باش میریم برات باز یگان چیز میگیریم. صحیح؟ چرا بیشتر بچه‌م گریان کردیم؟ هیچ کاکا دیر دیگه بطور گریان میکنه که نمیمونه طلبه دیگه نمیمونه چطور کنه میزنه ماره. در خانه چیز ندارین؟ هیچ چیز نداره. آرد روغن هیچ چیز ندارین؟ آرد روغن داره بس این بابادو یک آرد برمون به یک گوشی به 1 کیلو برمون نید دیگه کارت نمیده دیگه یک روز که برمون کارت داد میگه دیگه ایت کارت ماره نمیده. گفتی کاغذا و تکه و یارا جمع میکنی میبری در بخاری؟ چوب موب ندارین؟ نه هیچ چیز ندارین. خیره بچیم تو اونجا یک بغل باش انشالله ما گزارش خلاص کنیم باز میریم. خب اونجا یک بغل باش. چی کنیم دیگه اگان نفرها را کتش گپ بزنیم دیگه برم.
خب هموطنان عزیز، ما در جریان گزارش البته ترمیم پل سوخته قرار داشتیم. تفلک دم دوربین آمد و گریه میکرد. به خاطر از این گفتم چرا؟ گفت که من کارگر خانه هستم، یک برادرکم است، مادرم است. همشیرگکایم قبلا که بود عروسی نکرده بود، مادرم به خانه مردم کالاشویی و لباسشویی میکرد. حالا دیگه همشیرا پشت بخت خود رفته، مادرم در خانه است، ما مجبور هستیم کار کنم. خب چرا بچم گریه کردی اونجا؟ بیشتر خود اگه نمیمانده ما را هر روز که در کار میرفتیم ما را نمیمانه، طالبا را ما را میزنه. شب روز ما وقتی نه صندلی مانده بودیم نه چری مانده بودیم، وقتی که ما کاغذ و چیزا را میرفتیم ما و جاغک از اون زنکه همسایه ما را میرفتیم از زن کوکای ما چری چیز زغالش میگرفتیم زیر صندلی خود میماندیم. خود اگر میکرد شب روز ما را سر از اون صندلی تیر میکردیم. حال در خانه چند نفر هستیم بچه؟ حال در خانه 3 نفر، یکی مستم، یکی مادرم است، یکی برادرک چوچیم است. در کلان نداری؟ نه خودم در نونوار خانه خودم هستم. وقتی که پدرت زنده بود تو چی میکردی؟ درس میخواندی، مکتب میرفتی، چی میکردی؟ نه وقتی که پدرم زنده بود کوکایت مشتکت بود ما میرفتم درس میخواندم. حال پدرت نیست که خرچ خانه سر خودت است؟ دیگه سر خودم است. تا کبار شد باز میرم در مکتب و خود میرم. هم کار میکنی هم مکتب میری؟ کار میکنم هم مکتب میرم. روزای کار نمیکنی باز دست خالی میری، مادرک بیادرک ریزی چی میگه بچه؟ هیچ چیز نمیگه. چرا امروز کار نکنه خیلی میگه که کار نکنه خیلی ما امشب چی نان بخوریم. باز که کار نمیکنه باشم باز بر روی میکنه میگه تو برو بچه خانه همسایه برو یک تو تنان بگه که بیار امورا که بخوری. سیر جمعیم از یک چند روز بود این رقم تانوزا این رقم یک بخم وزدک در خانه هیچ چیز هنوزا چری مونده از دکان ها کاغذ چیزا میاره میمونیم در میتیم زره زمون شب روز ما را سر زمون تیر میکنه. حالت کدام شب شده که چیز نداشته باشین، سوختانده باشین، هوام یخ بوده؟ او ترخ شده. با چی رقم تیر کردین شب دیگه؟ شب روز رقم تیر کردین دیگه یعنی چی چوبا چیزا را که از همسایه از این سرای ماریا این قلای شده پول سوخته که میریم از این جای چیزا میدگی های چوباش میگیریم در بوجه خود میبریم در خانه میمونیم در جرید تختیش میکنه در بگیرم. حال در خانه چقدر چوب دارین؟ حال در خانه دیرن از نی روز بر ما یک زنکه یک برنام کربلایی در دوکانش در قلای شده گفتی یک سر دو سر خریده؟ و هم دیگه همشه خلاص خواهد شد دیگه؟ همشه شاید خلاص شده. هوا خیلی سرد است. هوا خیلی سرد است. خب باز صبح وقت ما برای از خانه؟ صبح وقت میره اینی از خانه میبرن دوستوری خودم میشن باز میره مسجد میرم از مسجد کشد چای خودم میخورم باز من کار میبرم. در دوکان ها اسپندی میکنی میگردی؟ از این خانه شروع میکنم من تا خود پل سوخته را کار کردم تا پل سوخته کار کنم 50 رو بسر با خوب است میشه. تو بکش حال امروز چند کار کردی؟ حالی 6 رو پیش اسپند خریدم ملال در پیمونده. 6 رو پیش اسپند خریدی پس اسپندی کنی. خب ایشه باز چی میکنی؟ ایشه میگیرم ملال سرازی یک نوار رو پیدگم میپردم میرم همتر در نانبایی میره صاحب نانبایی رو میتونم یک 10 تا نان میگیرم میبرم خانه. خب بازی روغن و یارد و یاد چطور میشه دیگه؟ یا نان خشک و چای میخورین چی رقم؟ نه نان خشک و چای میخورین. حال اونجا چرا دادم کمره چند دفعه آمدی که گپ بزنی؟ من گفتم برو حتما از خاطر پل گپ میزنی. ما چی خبر تو مشکل داری؟ با چرا گریان کردی بچه؟ دیگه همینطور دلم شد اون بچه که کلون آره اسپندی که میکرد دولی مرا که گرفته بود رفتیم دیگه همون کت کمرامین دیگه گپ زده بود کت از همون که گپ زد باز ما رفتم کت از او گپ زده گفتم کوکو جان بچه کوکایم کس یک امی پا مادرش مرده که وقت کار نمیکنه در خانه که میره نمیمونه شه در خانه نمیمونه شه که بره در خانه بره شب و صبح که میشه یا خانه کوکای میره خانه کوکارفانو میره باز اوجا میمونه شه باز اوجا اکثر با میبره داوشار باز کوکای با میتا کوکای باز در خانه میمونه شه. کدام بچه که او بچه؟ بچه کلانه که دولی مرا که گرفته بود که او را در خانه تا پیسه نبره نمیمونه؟ نه مادرش مرده؟ مادرش مرده.
حال ما دیگه مادر بر خود گرفته. خب حال ما میریم بخیر. دوا خیلی سرد است، هنوز زمستان یک و نیم ماه مانده. یک ذره چوب به کمک هموطنا برات میگیریم، اونمو را باز ببر بخیر خانه. صحیح است؟ با چی گفتنی داری برشان؟ چی میگی؟ چی دعا میکنی؟ دعا میکنه دیگه خدای پاک هر مشکلات داره خداوند تعالی مشکلاتشون آسان کنه. خدای پاک هر مریض داره خداوند تعالی مریضای کل ما اسلام شفای عاجل بده. آفرین. آفرین. خب تو باش همینجا یک دو تصویر از این را بگی دولت هم در دستت بگی. بخیر هستی؟ جان و جور و سعادت خوبه؟ خیرتی هست؟ ها جان صحیح است. تو باش که ما فشار جیب ما ببینم نه. اینجا خود چند رقم تعویضاست پیش ما. چی بگویم دیگه، وطن از دیگه حالا بیخی شوک دیدیم ما کدمی کارهای مردم. سی سر شد؟ خب هموطنان عزیز، از طرف خواهر ما عادله سلطانی 14,000 افغانی روان کرده بود. 3,500 در این برنامه ما تخصیص دادیم به این برادر کوچک ما. چوب خریداری کردیم، یک مقدار پول باقی مانده. این 150 استاد بگیره کرای خدا. کتشتا و بالا میکنی فهمیدی که حالا نبری طرف خانه خدا ببری دیگه. نه ای بچم 200 باز یگان چیز دیگه ببرده خانه. صحیح؟ چی کردی دلاره؟ دوله من داد. کجا میری حالا بخیر؟ حالا من دیگه میرم خانه میبرم همه چوبه که تو میکنن دیگه در خانه میرین دیگه این کاغذها و چیزا رو از دکانا که میگیرید میبریم میره باز سماوات میبرتین. در سماوات که انداختی او را میگیرین در سماوات میبرتین جوش چای میکنین. حالا چوبه که بردی در خانه چی میگی مادرت که از کجا شد؟ ایره میگم مادر بر ما یک کوکو کمک کرده. همین چوب چیزا رو بر ما یک کوکو خرید. باز مادرم که وقتی که نماز شام که خوانده نه یا نماز ششته یا نماز شام که خواند باز دعایت میکنه. آفرین. ما رم دعا کو بگم خواهره که ما رم دعا کو. صحیح است؟ برو پناهگاه کت به خدا دیگه. خدا حافظ. برین پناهتان به خدا. خب هموطنان عزیز سپاسگزار هستیم از خواهر ما عادله سلطانی که از امریکا 14,000 افغانی روان کرده بود. ما تفلک دیگه در جریان گزارش همراهش سر خوردیم. متاسفانه که درد ملت ما بیشتر و بیشتر است. چی جوان، چی پیر، چی زن، چی مرد. دیگه خواستیم که بر از اینا کمک چوب خریداری کنیم و تا زمستانشان گرمتر باشه. این بود برنامه امروز. تا دیدار دوباره. خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ لالا.